بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش رانندگی با خاور بنز پایه دوم. افسر نشسته بغل دستتون، میاین بالا، بهتون میگه روشن، هیچ حرکتی انجام نمیدید، منتظرین که بهتون بگه کارتون رو انجام بدین. بهتون میگه روشن کنین. برای روشن کردن قلق داره. کلاجتو میگیری، دنده‌تو خلاص میکنی. چون موقعی کسی که خاموش میکنه چه کار میکنه؟ کلاجو میگیره، ماشینو میزنی تو، دنده میره پایین. حتما باید کلاجو بگیرین، دنده‌تون رو خلاص کنین. دنده رو که خلاص کردین یه مقدار گاز و فشار میدین. سویچتون اینجاه، سویچو میزنین، دکمه استارت اینجاه. یه چیزی هم دیگه بهتون بگم، برف پاکن هم همینجا. این دکمه رو میکشین بالا، یه حالت داره، دوباره میزنین پایین. این هم برف پاکنتونه. خاموش کردن ماشین، خفه کن ماشین همینه، پشت دنده. این هم از خفه کن. حالا روشن میکنین. روشنشو فعلا بذارین بعدا. دنده ها رو براتون بگم که دنده ها یادتون نره. کلاجتون رو میگیرین، میچسبونین، نوه دست من رو نگاه کنین، میچسبونین محکم به صندلی به سمت پایین، دنده عقب خلاص میکنین. یکم این یه قلقی داره دنده این خاوری که من توضیح میدم، دیگه مثل دنده عقب نباید بچسبونی به صندلی. یکم حالت فنریتی داره. این فنریت رو یکم میاری و میکشی عقب، دنده یکتون خلاص میکنه. هر جای دنده وایساد دنده دوتونه خلاص میکنین، دست نمیزنین. هر جای دنده وایساد دنده سه ماشینه. خب الان روشن میکنیم. سویچ رو زدیم، لامپ دینامتون روشن میشه. بعضی موقع این ماشین روشن نمیشه، حالا باش بازی میکنیم. یه چیزی هم بگم، ازتون پرسید چراغا چجوری روشن میشه. دست برو. شماره یک زده رو جا سویچی چراغ خطر یا چراغای کوچیک، شماره دوتون چراغای بزرگه. اینو فقط یکم میارین بیرون، میزنین، چراغ روشن میشه. گازو گفتم، گازو یکم فشار میدین، استارتو میگیرین. خب بعد از روشن کردن ماشین، صندلی، آینه، کمربند. حالا من کمربند رو نمیزنم، آینه ها معمولا تنظیمه. خب منتظرم به میگه حرکت کن. دنده یک، کلاجو میگیرم، دنده یک، دستی رو نمیکشی بالا، دستی رو فقط کجش میکنی، میره پایین. چراغ راهنما، اگه ماشین جلوتون بود دو حالت داره. تا 10 متری جایی که دیدتون کوره، 1 متر میشکنی بیرون، فرمونو ایست کامل، پشت سر رو نگاه میکنی، جلو رو نگاه میکنی، حرکت میکنی. ماشین نبود. اگه ماشین جلوتون نبود که دیدتون کامل بود، فقط آینه رو نگاه میکنی، حرکت. الان ما ماشین جلومونه، چه کار میکنیم؟ 1 متر به اندازه خط وسط ماشین جلوی میای بیرون، آینه رو نگاه میکنی، جلو رو هم نگاه میکنی، ماشین نیست، حرکت. کل دنده‌هایی که با ما میدن چیه؟ 2 کلاجه است. مهمترین قسمته. بعد اینکه ماشینتون صاف شد تو جاده، راهنماتون چیکار میکنین؟ صاف میکنین. مهمترین قسمتش که افسر بهش گیر میده همین 2 کلاجه است. بهتون میگه 2، 1 کلاج خلاص، کلاج دوم رو میگیرید، دنده رو جا میزنید. خب ما الان میریم جلو، به اولین تقاطع میرسیم. چه سمت چپ باشه چه سمت راست، ایست کامل میزنیم. چه کار میکنیم؟ دنده تو 2 وایستادی، مشکل نداره، همینجا خلاص میکنیم، میکشی تو 1، حرکت. خب توی تقاطع حق دنده عوض کردن نداریم، ممنوعه. خب افسر میگه 2، باز 1 کلاج خلاص، کلاج بعدی دنده رو جا میده. میگه دنده 3. دنده 3 توی شهر با این خاور یا با مینیبوس کلا ممنوعه. اجازه میگیرین. اگه بهتون اجازه داد که دنده 3 رو میرین، اگه هیچ حرفی نزد، گفتید اجازه بهت نداد، مسیر تو ادامه میدید. خب الان مثلا به ما اجازه داده دنده 3، باز 1 کلاج میگیریم خلاص، کلاج بعدی دنده رو جا میدیم. خب دیگه گاز نمیدیم، منتظر فرمان چی بهمون بگه. بهمون میگه 2، باید گاز وسط بدیم چون داریم معکوس میدیم. 1 کلاج خلاص، کلاج رو ول میکنیم، 1 گاز میدیم، کلاج
خلاج بعدی دنده رو چیکار میکنیم؟ جا میزنیم. خب به تقاطع بعدی میرسیم. این تقاطعی که داریم تقاطع هم عرضه، یعنی این خیابون با اون خیابون هم اندازن. چیکار میکنیم؟ بار اول بهتون گفتم میکشید تو یک حرکت میکنید. تو این تقاطع هم عرض وسط تقاطع باز چیکار میکنی؟ یه ترمز میزنی حرکت میکنی. باز تو این تقاطع حق دنده عوض کردن ندارید. قبل بعد از این تقاطع، یعنی قبل بعد این تقاطع 15 متر قبل 15 متر بعد هم دنده عوض نمیکنیم. خب گاز میدیم دوباره دو کلاج دوباره میگه سه، میگه ممنوع با اجازه داد دوباره سه، یک کلاج خلاص، کلاج بعدی سه. اینا بهش میگن دنده مستقیم، یعنی به سمت بالا میری سرعت اضافه میکنیم. موقعی که دندهتون معکوس میخوای بدی الان چکار میکنیم؟ میخوایم دو بش بدیم، یک کلاج خلاص یک گاز وسط، کلاج رو دوباره میگیریم گاز بش میدیم. خب کلا دنده عوض کردن رو سرعتگیرا ممنوعه، یعنی قبل و بعد سرعتگیر دیدی ماشین میرسه به سرعتگیر باید بگی ممنوعه، نباید دنده تو عوض کنی. خب دوباره ما دنده رو سه ممنوع اجازه میگیریم، یک کلاج خلاص، کلاج بعدی دنده سه. خب میگه دو، یک کلاج خلاص یک گاز، کلاج بعدی رو میگیریم دوباره دنده دو. خب الان به ما میگه دور بزن. دور زدن و پار کردن هم تو خیابون اصلی چیه؟ ممنوعه. با اجازه خودش اجازه میگیریم چه کار میکنیم؟ میبینیم دنده دوه، با دنده دو نمیتونیم کنار بگیریم برای دور زدن، باز اجازه میگیریم میگیم یک، اجازه میده یک گاز، دوباره دنده رو چه کار میکنیم؟ جا میزنیم. خب راهنما میزنیم، سر و ته ماشین رو با جدول بغلی صاف میکنیم، ایست کامل. خب راهنما سمت خودمون رو میزنیم، باز یه متر میریم جلوتر، بهش میگن مکس 30 درجه. باز میریم جلوتر توی خط سفید جاده یا وسط جاده برای ماشین روبروی وای میستیم، ماشین رو دور میزنیم. خب راهنما هر جایی که فرمون میره راهنما باش میره. ماشین بذاریم تو دنده عقب، نیم عقب. موقع عقب اومدن باید سر ماشین از خط وسط جاده عقب‌تر باشه. خب ایست میزنیم، دوباره فرمون رو که به سمت چپ میچرخونیم راهنما هم میاد. خلاص دنده یک حرکت. ماشین با صاف شد تو جاده چیکار میکنیم؟ راهنما رو صاف. خب افسر میگه دو، یک کلاج خلاص، کلاج بعدی دنده دو. سه میگیم سه ممنوع با اجازه خود، اجازه میده سه، یک کلاج خلاص، کلاج بعدی دنده سه. خب معکوس میده، معکوس و گاز وسط رو باز دوباره اضافه میکنیم، یک کلاج خلاص یک گاز وسط دنده دو. خب دنده یک میذاریم سرعت ماشینمون خیلی کم بشه، دنده یک کلاج خلاص یک گاز دوباره کلاج، دنده رو میکشیم توی دنده یک. خب به ما میگه پار کنیم، میخوای پیاده شید، میگیم پار کردن تو خیابون اصلی ممنوع ولی با اجازه خودش. باز دوباره دنده یک پار میکنیم، راهنما رو میزنیم، ماشین سرته ماشین رو صاف میکنیم. با جدول یک متر فاصله میدیم. برای فاصله دادن یک متر اگه حرفه‌ای نبودین از رو آینه پار کنید، نوک برف‌پاکنتون رو از این دیدی که داریم، از این دید چشمتون نوک برف‌پاکن میندازی بغل جدولی که آسفال بشه، نه بغل اوبریش. خب چه کار میکنیم؟ ماشین تو دنده است، برای ایست کامل یا وایسادن میخوای پار کنی پیاده شی، یک متر فاصله دادیم، اول دستی بعد دنده رو خلاص میکنیم، راهنمامون هم صاف میکنیم. برای حرکت نگفتم، اول ماشین رو تو دنده بیذاری بعد دستی رو آزاد میکنیم. الان اول دستی رو میکشیم موقع وایسادن، بعد دنده رو آزاد میکنیم. خب نوه پیاده شدن از ماشین چه کار میکنیم؟ افسر به ما میگه خاموش کنیم،
این شاسی که اینجا هست گفتیم خفه کن ماشینه، فشار میدیم پایین، سویچ رو یکم میکشیم بیرون، کلاچ رو میگیریم، ماشین رو همینطوری توی دنده 2 میذاریم، دست راستمون میره داخل فرمون، دستگیری در رو میگیره. به خاطر چی دست راست میگیم؟ به خاطر اینکه شونمون میاد جلو، خود به خود تو این دید آینه میفته تو دیدمون، ماشین چیزی نیاد در رو چی ببره، یا خلاصه به هر حال چیکار میکنیم؟ از داخل فرمون دستگیره رو میگیریم، کمربند رو باز کردیم دیگه، میریم پایین و سلام و نامه هم تمام. خیلی ممنون، لطفا سلامت باش.